بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آیا خوردن گوشت های کشته ذبح کرده اهل کتاب درست است یا نیست؟ الله سبحانه و تعالی از بین مشرکین خوردن گوشت اهل کتاب را که ذبح کرده است به طریقی که کشته نباشد، یعنی اونها را حرام کشته نباشد، زده یا که قوت زنانیده و غیره، اگر در حقیقت خونش را از گردنش برآورده کشته باشد، ذبح کرده گردنش را بریده باشد، اگرچه اینها مشرکن، الله جایز گفته است. در سوره مائده الله میگه و طعام الذین اوتوا الکتاب و طعام الذین اوتوا الکتاب، یعنی حل لكم، و همون طعام هایی که اهل کتاب ذبح میکنند برای شما حلال است. طعام یعنی در اینجا ابن عباس میگن معنای ذبائحهم، یعنی ذبائحهم، کشته های اهل کتاب. از همین جهت میگیم که خوردن همون کشته های چاروایی که اهل کتاب یهود و نصارا ذبح کرده اند، اگر حرام کشته نباشند و ذبح کرده خونش را برآورده کشته باشند، بسم الله میگید میخورید، جایز است، اما افضل و بهترش که نخورید، مسلمان کشته را بخورید. اما اگر حالت شد، ضرورت شد، خورید، باکی ندارد. بارک الله فیکم. به شرطی که به روز عیدشون نکشته باشند، اگر به خاطر تجارت، به خاطر فروختن کشته باشند.